عرض احترام مجدد خوارا و برادرای عزیز، یک چیز باید کتان بگوییم، کتان شریک کنیم موضوع را. امی خدمت به وطن ات یک مزه میته، به وطن و وطندارا و مظلومین، یتیما، بیوای افغانستان. هر روز ما یتیم داریم، هر روز ما بیوه داریم. ببینین 100 نفر 200 نفر ما رو میکشه. ایسای پاکستان، پاکستانی های اردوی پاکستان ظالم. ما که مردم پاکستان هیچ گونه مشکلات نداریم. برادرای مسلمان ما سیر باید موازی کنیم. دو سوال ماست که چطور با پاکستان معامله کنیم و چطور با ایسای. تابال $22,000 جمع شده. دیورنجرگه صدیق متین در خدمتتان است. امر کنید صاحب. متین صاحب، عرض سلام ادب خدمت خودت. السلام علیکم، چه حال دارین قیام صاحب؟ بفرمایید صاحب. بیننده و شنونده، ما به میاردو سوالتان جواب میگم. اولی که در مقابل وحدت ملی، در مقابل اتحاد، در مقابل اتفاق، باور کنید که هیچ قدرت در مقابل ما ایستاد شده نمیتونه. یکی بالکل. چنانچه خود پیشتر گفتی که روسا با وجودی که بزرگترین ابرقدرت دنیا بود، اما در مقابل اتحاد اتفاق افغانا قسم به زانو در آمدن که امروز از یک مملکت 15 مملکت افغانا ساخته. امروز برکت شمشیر افغانا، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و تمام مناطق مسلمانشین روسی آزاد شد. بله. و امروز از برکت شمشیر افغانا بود که دیوار برلین چپه شد و اردو جرمنی یک جای شد. این حال اگر ما شما اتحاد و اتفاق داشته باشیم، باور کنین که پاکستان چیز نیست. بله. خاطر که اول تاریخ پاکستان که در صحیح مطالعه کنین، در سال 1947 روی کار آمده. بله. و این در وقت روی کار آمده که حتما این پاکستان بودی، برطانیای کبیر میگفتن این قرارداد امرای انگلیس ها شده و اگر یک هیئت تعیین شوه و امرای حکومت افغانستان میره مفاهمه کنه از طریق ملل متحد، هم اینا که امرای حق حقوقی و قانونی ندارن که دیگه در افغانستان پایین باید خاکای از رفتی افغانستان پس به افغانستان تسلیم شد. بله. مقابل سوال دومت که اگر یک افغان وطن پرست پیدا شد که همت سگارا بکشه امیسران ای از بین بره که بیش آرامی شود. خود بلدینگ آیسای، خود بلدینگ از امون جای قمانده میه برای کشتن مردم افغانستان. یعنی اگر همت یک افغان وطن پرست پیدا شد یا کس پیدا هر کسی که باشه که همون امید گلش هر کسی گیش که از کمی جنجال بر افغانستان خلق کرده و همیشه مردم بیگناه افغانستان میکشم همون از بین بره. ما مازد هستیم که $5,000 خدمت کمک. وا قیام صاحب رئیس دیورنجرگی واشنگتن است. قیام صاحب اینا 5,000 مسخولت میشه که تابال $27,000. من حتی نتانه که $5,000 میتونم اگر کدام سفر باشه که در افغانستان بکنین یا او را خب باز گپ میزنیم ما شما. ما 1000 دفعه حاضر هستم که هر قدر مصرف شم تمامش از جیب خود بدم و در این سفر عملتان اشتراک کنم. تشکر. زنده باشین قیام صاحب محترم. مهربانی. السلام صاحب، لطف کردین. السلام. اگر شما که امو ویدیو کلیپ پارتین شما صاحب
بلوچانا نازین بلوچانا نازین بلوچانا نازین بلوچانا وتشیر مدارانا وتشیر مدارانا نازین بلوچانا نازین بلوچانا نازین بلوچانا بلوچا بلوچا نازین بلوچا بلوچا نازین بلوچا با سلام احترامات زیاد برادر عزیز دیرانجرگه بفرمایین عبدالجان شما در لاین هستید بفرمایید. السلام علیکم عبدالجان گل شما از کجا تلفن کردین صاحب؟ ما از ایران تلفن کردیم. خب امر کنین عبدالجان گل. ما می برنامه شما برای ما خیلی دلچسب است با ما افغانا. بله شما این برنامه را که پیش میبری بسیار افغانایی جات چیز است برایتان منتظر است و با امید است که انشالله به یک امید به شما داریم دیگه از امید که تمام شد از افغانستان. یعنی که چیز میزنه افغانستان خطی راکت و خطی بام میزنه هیچ که برش جواب گفته نمیتونه. بله و اون روزی که چیز آمد همون آقای کاتب شاه که یک شعر خواند برای کرزی. بله اینجا افغانا 11 نفر میمان پیش ما بود، همه اینجا گریه گرفت، خدا کلش گریان کرد که چی رقم شد افغانستان یک پاکستان پنجابی می افغانستان میزنه. بله بله و ما خود جان خدا فدای افغانستان میکنیم و می دیلنجرگر ما امید فقط به شما داریم. خدا باشه صاحب ما خدمتتان خادمتان هستیم صاحب بیره به پیش میبریم ان شاء الله. ما شورا رو تیار میکنیم داخل افغانستان صاحب از ساکر یک جای میکنیم صاحب مسابار یک جای ان شاء الله میکنیم شورای دفاعی و خیر تشکیل میتیم ما شما یک جای هستیم. بسیار زیاد تشکر عبدالجان گل. برادران را در ایران از طرف ما سلام احترامات به هر کدامش برسانید. و علیکم سلام. شما افغانستان میری بخیر دیگه؟ بخیر خواست خدا باشه. از طرف ما دیگه 5 لک تومن بگیر با افغانستان گرفتی حواله میکنیم با منجا. خب 5 لک تومن صاحب بین من اشتا کردم 5 لک تومن از طرف عبدالجان از ایران. جور باشی وقتتون رو نمیگیریم. زنده باشین. این مال بین 2:30 بجه شب است ما فقط به برنامه شما نگاه میکنیم اگر 2:30 بجه شب هیچ کی نمیشینه. خدا شما رو خیر بده صاحب. خدا شما رو خیر بده. زنده باشین. ما ممنونتون هستم. السلام علیکم صاحب. سلام علیکم. السلام زنده باشین رویتون هم میبوسم صاحب. سلام علیکم. دیرانجرگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امر کنید صاحب. السلام علیکم جناب محترم متین صاحب. السلام علیکم احمدی صاحب گرامی صاحب. امر کنید صاحب. رئیس دیرانجرگه فرانسه صاحب. امر کنید صاحب. شما ما احترامات و سلامای زیاد خود را برای وطن پرستای حقیقی که تا بال صحبتشان شنیدم تقدیم میکنم و تعظیم برشان میکنم و افغانستان عزیز افتخار کنن که همطور بچه های وطن پرست دارن. ما باید افتخار کنن. ما شکر میکشیم که مردم افغانستان از خرد و کلان پیر و جوان همه در مقابل دشمن استاد هستند و از میهن خود از دل جان
دفاع میکنن. هیچ وقت من نشنیدم که کسی بگه که ما $5000 میتم، ولی امروز این قهرمانا حاضر هستند از پول خود دیشان در مقابل دشمن افغانستان و این افتخار افغانستان و افتخار مردم افغانستان است. ما در مسئله آیسای بگویم جناب محترم متین صاحب همه گفتن، جای باقی نمانده، ولی من یک نقطه دیگر خدمت شما عرض میکنم که امی رهبر از اینا اصلا انگلیس است. باید امرای انگلیس هم دور میز مذاکره باید ششت و انگلیس است که اینا را تقویه میکنن. انگلیس هم در زمانهای گذشته و فعلا هم دشمن مردم افغانستان است. بله. و این را باید روشن فکرهای ما شما این را مد نظر باید این صاحب از جوابتان میتونم در آخر پروگرام صاحب. احمدی صاحب دیگه تشکر از تلفنتون، بسیار لطف مرحمت کردین. خواهش میکنم. دیگه ای که محترم متین صاحب ما هم حاضر هستم در این مسئله سم بگیرم در پول. ما از 5000 الا $10,000 ما حاضر هستم بتم کسی که اون بیلدینگ آیسای از بین ببرم. این صاحب که 10,000 شما میشه صاحب $37,000 دیگه وقت 37,000. زنده باشین صاحب، لطف مرحمتتان صاحب. همشیری مثلا بگین صاحب. افغانستان زنده باد. تو شیر مردای افغانستان که خرد و کلانش در مقابل پاکستان استاده هستند. زنده باشین صاحب. کت شما کت دوستا صاحب. خداحافظ صاحب. خداحافظ صاحب. السلام صاحب. السلام صاحب. دیرانجرگاه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدیق متین در خدمتتان است. برادرها و خوارای عزیز، شما تلفن میکنین، ضرور نیست که شما پیسه بتین، شما میتونین نظریاتتان بتین. تو فکر نکنید که جبری سر پیسه است، این رضاکار نه، شما کمک کردین. امر کنین صاحب، بفرمایید. سلام علیکم. السلام علیکم. اسم مبارک شما است؟ حتی سلامتی زمین ما از امرازمای اول شما عزیز ولی از فرانکفورت هستم. عزیز ولی صاحب محترم، السلام علیکم. چال دارین صاحب؟ دیگه دیر باشد که ما با شما هم صحبت نبودم. زنده باشین ولی صاحب. در قلب ما جای دارین. شما از جمله کسایی هستین که روز اول موقت ما همکاری کردین و این دایی ملی را صاحب شما برش به اصطلاح تقویه کردین. از شما ما بسیار ممنون هستم. خداوند شما را خیر بده صاحب. بله. شما نظرتان راجع به این موضوع چطور که پاکستان معامله کنیم، موضوع آیسای چطور صاحب نظرتان چیست؟ متین صاحب ما اگر چیز بگم باز دوستا ملامت نکنن، برای که ما مخالف نظریات کلی هستم. برای که سر خط دیورند که است پشتونای او طرف اینا قرار دارن. او طرف پاکستان ها کدیش حمله سرش کرده، این طرف امریکایی ها. اینا در سه منطقه اساس قرار داره، نمی پشتونا این طرف او طرف. بله. اینا من همین برادر سرکی حمله میکنه سر این پشتونا یزوی. خب زنده باشی سر که عسکر ازوی از سو میزنش، عسکر امریکایی ازو فقط بیچاره در یک نقطه گیره بالکل بالکل. فعلا امکان نداره که این برادرها حمله کنه سر پاکستان. اصلا پاکستان وجود نداره، برای که فعلا پشتونا از هم این طرف از خود دفاع میکنن. بله بسیار خط اینا واقع است. تشکر صاحب ولی جان از صحبتتان. موضوع است که او طرف هم افغانا زیر اسارت پاکستان آیسای است، این طرف هم سرما حمله کرده میره و ما را شهید کرده میره، خوارا و برادرای افغان ما را. به این ترتیب باز جواب مکمل ما میگیرین بسانتر براتون میگم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدیق متین در خدمتتون است. امر کنید صاحب. بفرمایید صاحب. بله متین صاحب سلام علیکم. السلام بیادر گل. اسم مبارکتون از کجا تلفن میکنید صاحب؟ ما ایدر هستم از لندن. سلامت باشین. ایدر جان السلام علیکم. چی حال دارین برادر؟ تشکر. سلامت باشین، زنده باشین. متین صاحب آیساید یک غده سرطانی جور شده برای ملت افغان. بله بالکل. یک چند روز قبل در تاکسی سوار بودم، میرفتم طرف عروسی. تصادف هم تاکسی دریور یک قصه جالب است براتون بگوین. یک چیزی که از به صفت ای که ما یک شاهد بودم شنیدم از زبان خود افغانای اون طرف دیورند. بله. این تاکسی دریور باشنده پشاور بود. خب
و با اینه که با کسی افغان آمده باشه. تقریبا 32 سال میشه که اینجا زندگی میکنه. اون مردم از بسیار سابقه آمدن. خب این پشتونای او طرف دیورن ای از زبان دیگه هم حکایت میکرد که 90% مردم علاقمند به ای هستن که دیگه پنجاب خودش تنها مانه. بلوچستان و سندم که موجه سند پارتی که اونا ادعا دارن که یکی در نیم قاره هند راجای هند و دیش بود و راجای سند و دیش بود. ما با پنجابی نه زبان مشترک داریم، نه کلتوری مشترک داریم، نه فرهنگ مشترک. بالکل بالکل ایده جان، ما کتان بیخی 100% موافقت دارم صاحب. ای بیخی به صراحت اینطور همی پشاوری که از پشاور جدیدن آمده بود، دیدن اقارب خود رفته بود، گفت من اینه بیخی وعده میتونم که ما گفتم به 10 سال آینده شاید جدا شود. گفت نه بسیار طولانی است. 5 سال بعد گفت ما به صراحت میگم که صوبه پشتونخوا از ایالات پشتونخوا از بطن پاکستان جدا میشه و پاکستان وارثش همو پنجاب میمونه، مثل که در یوگسلاویا هم همونطور. بالکل بالکل ایدر جان، کوشش کنین که با ما ایمیل کنین بیادر. نمره تلفن ما هست. ما یک برادرای که تلفن میکنم، برادرای ملی را در لیست امی کمیسیونی که در آینده تشکیل میشه ان شاء الله دیران جرگه که شرایط خدا برابر کنه در مو لیست مو برادرای مبارز خودم میارم و کسایی که قلبش به افغانستان بتپه که یاد نره بدر. و ایدر جان چطور است که در قسمت مبارزه مقابل آیسای کدام سهم میگیری از نظر مالی؟ یعنی کل رضاکارانه است، شما ضرور نیست که پیسه بتین یا کمک کنین، شما میتونید نظرتون رو بگیرم. بیخی حاضر هستم خود گشنه نگاه میکنم و این کمک میکنم. چند شما فکر میکنید کمک خواهد کنید در این مقابل آیسای؟ آقای متین پیش از پیشی گپ من نمیزنم. روزی که بود سر من صدا کنین ما حاضر هستم هر چقدر که استوار ما باشه. بالکل صحیح است. رویتون میبوسم صاحب، بسیار زیاد تشکر، مهربانی کردین ایدر جان گل. خطاب صاحب با لندن آمدن یا هنوزم در جرمنی؟ خیلی با لندن آمده بودن، لندن هستن، بخیلی جرمنی باشن. ما مو پروگرامشون امروز خبر ندارم و نمیخوایم معلومات غلط بتونم صاحب. دیگه مقصد عزیزه که صاحب که کلگی باید تلویزیون پیام افغان کمک کنه صاحب که تلویزیون پیام افغان تلویزیون ملی مردم افغانستان و از حقوق مردم افغانستان دفاع میکنه. ایدر جان رویتون میبوسم، تشکر بدر. السلام صاحب. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون است، امر کنید صاحب. هلو. بله بفرمایید بیادر گل. السلام علیکم. السلام علیکم برادر، اسمتون از کجا تلفن میکنید صاحب؟ ما صافیستم از اوریگون شماره. صافی صاحب السلام علیکم صاحب، چه حال دارین صاحب؟ متین صاحب ما یک واقع تاریخی که پیش روی ما گذاشته مسئله بنگلادیش بود. بله. مسئله بنگلادیش 100,000 عسکر پنجابی تسلیم شد به هندوستان. بله. با قماندانی جنرال نیازی. بله. این در اینجا که ما مسئله دیورند سر زبان میاریم، این مسئله به سوال نمیشه که ما بریم بشینیم بگیریم که پنجابی پرتوی حق ماست. ابدا مفکوره هیچ مفکوره نیست. یک شاعر پشتو میگه آزادی که خدایی یاد چه مهربانی، افتخار به پریونیکی که همت افغانی. بالکل صحیح. افتخار به پریونیکی که همت افغانی. قربانی چې پکې نه هغه کله لوی اختری ازادي سره روانه ډېره لویه قرباني. بالکل صاحب بالکل. چیز که بیا د میدان حق خود بگیره. بله. حق به سوال نمیشه، نه به عذر میشه. کسی میگه که ما نه به این پیسه به پیسه نمیشه، به سر میشه. بله. کیاس حاضر که بیا مرد میدان ما دیدیم در طول تاریخ افغانستان چندین دفعه احتیاط خاص، عسکر احتیاط خاص به پنجابیان جرأت داد که ما این نبتانیم پیش ازی بیاییم. صافی صاحب یک گپ دیگه است. صافی صاحب یک گپ دیگه است. آیسای از نظر روانی بالای افغانستان فعالیت میکنه و میخواد که افغانا رو در قطی نگاه کنه. ما هم از نظر روانی میگیم که آیسای تو میایی ما رو میکشی، ما هم پیسه جمع میکنیم میاییم، ما به جان خودت میاییم. میخوایم. بله.
متین صاحب امر کنید صاحب. ما میگم که تا وحدت کامل تمام افغان ها در موضوع ملی، موضوع یک فرد و یک قوم بالکل صحیح ملی. در اینجا شما امروز تا که میبینین خیانتی که برای افغانستان حکومت افغانستان مرتکب شده، ضرورت نیست که ما از گله کنیم، در حالی که خود صاحب خانه خود و اندازه زیر سایه ما صاحب صافی صاحب ما دو سوال دارم. یکی که بانک پاکستان چطور معامله کنیم، یک آیسایی که بذارم. ما فقط یک وحدت ملی میخوام، نه به پول میشه نه به گپ میشه. وحدت ملی که مرد و عربیه که برادر به حق ماست، ما حق خودم میگیریم. بالکل صحیح. در اینجا هر چیزی که واقع شد اون نتیجهش بعد از انجام کار معلوم میشه. بالکل. تشکر که مرا وقت دادید. تشکر صاحب، زنده باشین. خب گپی است که فعلا در داخل خود افغانستان تمام مردم افغانستان بالای برای به دست آوردن حق ملی خود اتحاد اتفاق کردن که ایره باید کل برادرها بفهمن او که عناصر مخرب که هستن، عناصر مخرب هستن، کار خود گپ خود میزنن و ای که ما چطور بتانیم شرایط فعلی را به نفع خود بیاریم و موضوع علایده است که ما سرش گپ میزنیم. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون است. امر کنید صاحب. بله بفرمایید صاحب، شما در لاین هستین. بله دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون است. امر کنید صاحب. متین صاحب سلام علیکم. سلام بیادر گرامی. امر کنید صاحب. اسم مبارک، از کجا تلفن میکنید صاحب؟ ما شما را باز آمد دادم. ما ایدر هستم. ایدر جان از لندن. بله میخواستم به خدمت صافی صاحب عرض بکنم. خب همگی از طریق رادیوها و تلویزیونها میگه که یک وحدت ملی به وجود بیاره. امیر کی میاره، چی رقم میاره، امیر طرح بدن با وجود بیاره، ولی اینا نمیتونن گفته که چی طرح ندارن، پیشنهاد ندارن، فقط میگه بیارن. والا یک تغییر بیاید، چی رقم تغییر بیاید؟ خودشان با زمین طرح را ندارن. خودتون را صاحب که هم نمیخواد. ایدر جان گل تو است ایدر صاحب که پیشنهاد میشنویم، ما شما کار عملی میکنیم. به این ترتیب ما عملا در مقابل پاکستان عمل میکنیم و این انشاءالله کل مردم جمع میشه، دور از جمع شده جمع میشه. چهارگونه صحبت کردن به نفع هیچ کس نیست. بالکل. چهارگونه و احساساتی صحبت کردن. عملا بگوی نبی وحدت ملی ده بیاره خودم جناب صافی صاحب بیاره. بالکل صحیح. تشکر. خب بازم نظرشون است، احترام داریم. از جان گل روی تو میبوسم. تشکر از جان گل. خدا. السلام صاحب. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون است. امر کنید صاحب. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون است. امر کنید صاحب. بله لاین تلفن. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون است. امر کنید صاحب. السلام علیکم. السلام بیادر گل، از کجا تلفن میکنی؟ به خیال می لاین تلفن زحمت دارم شما. از کجا صاحب؟ از آلان زحمت دارم تان. اسم مبارکتان صاحب؟ اسم مبارک اسم جمیل است. جمیل جان. احمدی هستم. یعنی برادرم پیشر صافی صاحب که گفت. بله. امی گپاره گفت که میگه عالم یک نفر که مرد میدان میشه که این بریم شخصا ما جام صدا میریم. شما بزرگان خواهش میکنیم که یک کتاب پیش شوید. بله بالکل صحیح، بالکل صحیح. احمدی صاحب امی او کار ان شاء الله در آینده نزدیک میشه بخیر. روز تو بگید گاهی کنار ما رو میزنه، گاهی لغمان ما رو میزنه، هر کدام ما رو میزنه. بالکل. گپ نمیگرده. یک طور خواب فروش در وطن است، گاهی وزیر دفاع، وزارت دفاع میخواد داخله، امی اسدالله خالد رئیس امنیت که شد، امی پخته جاسوس پاکستان است. بیا ان شاء الله خدا مهربان است که این مشکل مال شوه. همین دو سوال است با ما موضوع امروز ما چطور که پاکستان معامله کنیم، قطع آیسای معامله کنیم. همین نظر شما چی است؟ قطع پاکستان خب ما میلوز این وقت چه بگویم جناب متین صاحب. یک کشور قدرتمند صلاح بسیجی اتمی
به زور نظامی خود زور ما نمیکشه. اول چرا به ما در شورای ملل متحد حل نمیکنیم؟ شورای امنیت همین کار شده در جریان است و روسا هم بسیار اصلی اتمی داشت. احمدی صاحب قدرت داریم زور ایمان به طالب شما یگانه کسی که 4 دانه طالبش میه جناب متین صاحب جان 4 دانه طالب می تا کجا سر ما می چیز به ما رو اسلام خراب کرده. تو ما از اسلام استفاده میکنن سر ما چی حالت میاره. خود تشکر احمدی صاحب گل از نظرتان. خودتون از صاحب که حق مسلم مردم افغانستان از خود دفاع کنه وقتی که یک نفر یعنی یک طرفداری هیچ کس میکنه یک مجاهد یا یک نفر میخزه میگه ما یار خوب کشتار کنیم زجر بتیم باز کل میاره حقوق بشر میاره دمیان. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون است. امر کنید صاحب. بله بفرمایید صاحب. سلام علیکم صاحب. السلام علیکم صاحب. اسم مبارکتون از کجا تلفن میکنید صاحب؟ حضور شما صاحب جاوید هستم، از آلند صحبت میکنم. صحت حضور شما خوب است؟ زنده باشین جاوید جان محترم. امر کنید صاحب. نظرتان در قسمت پاکستان چطور موضوع خط دیورند معامله کنیم و چطور در مقابل آیسای ما بجنگیم؟ خواهش میکنم. من میخواستم که یک صحبت کوتاه کنم. ببینید که در افغانستان همه اعضابی که ما در وجود خود پرورش دادیم، در وجود خود ما ایره جور کردیم تا از خود جور نشیم، ولی در بین خود ما جور نشیم، در بین خود ما اتفاق نکنیم. هیچ امکان پذیر نیست که ما معامله با پاکستان یا مسئله خط دیورند ما جور بسازیم. اول ما خود ما افغان ها هر حزبی که هستیم، چه خلق، چه پرچم، چه اخوانی، چه مجاهد، چه هر کسی که هستیم باید ما در بین خود منسجم شویم، زیر یک بیرق افغانستان استاد شویم. بعد از او درگیر ما که همه چیزی که ما بین خود داریم او میتونه که باز بین ما خود ما باشه. ما یک مثلا میخواستم که در این مقطع زمانی عرض کنم خدمت شما آقای متین، او ایست که ببینید که امروز نشرات های تلویزیون شما یک شعار بسیار خاص و مقدس افغانی تا ندارین علیه امی پاکستان و خط دیورند ما که حق ماست او رو باید ما بگیریم. منتها ببینید که شما امروز از امی خود تلویزیون های ما شما پس شما زده میشین به خاطر از اینکه ما نتونستیم در این جامعه که در اروپا یا آمریکا است، ما یک دموکراسی که داریم، ما امیر یک زیر یک بیرق در اینجا بیاییم، زیر یک در حالی که ما از هر طرف زده جاوید جان که در اینجا منسجم شدیم. جاوید جان نترست به جوابتان بگویم بیادر که ما فعلا ما منسجم هستیم. شما مرا اجازه بدین آقای متین، خطی دوران حق ماست، حق مسلم ماست. کی او را نمیخواه حق ما بدانن؟ کی؟ او را شما ببینید کی؟ شما دو دقیقه دارین بیادر گل، از 2 دقیقه باز برای که لیناس کلش مصروف است. شما 1 دقیقه دیگه مونده است شما صحبت کنید. خواهش میکنم. اما 10 دانه تلفن نگیرین، 1 دانه تلفن بگیرین که یک کمک منطقی صحبت کنه. خواهش میکنم. نه برای که ما باید احترام کل برادران را کنیم و نظر از اونها رو بشنویم. جاوید جان گور با احترام از نظر شما. دیگه ما چون نمیتونم 1 دقیقه کل صحبت ما خاتمه بدم. شما رو به خدا بسپارم. زنده باشید صاحب، لطف کنید صاحب. برای که ما میخواهیم که نظریات کل خوارا و برادران در سراسر دنیا بشنویم، از او خاطر دیگه برنامه میگیریم که باز به طور مکمل 1 نفر صحبت کنه. صاحب برادر ما خوار ما دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون است. امر کنید صاحب. بله سلام علیکم. السلام برادر، اسم مبارک از کجا تلفن میکنید صاحب؟ اسم من فهیم است، از آلمان زنگ میزنم. فهیم جان السلام علیکم محترم. امر کنید صاحب، چون نظر شما راجع به دو سوال چی است؟ والا من خودم یک سوال داشتم. شما اینجا دیاران جرگه جور کرده، هدف از دیاران جرگه چی است؟ کار شما چی است؟ چی فعالیت میکنه که ما در این عرصه کمک کنیم با شما؟ ما هدف ما مبارزه مقابل بی‌عدالتی پاکستان و خاکای ما را که پاکستان انگلیس در سال 1893 اشغال کرده و بنادر ما را از پیش ما گرفته. ما میخواهیم که حق مسلم خود به دست بیاریم و احلاق مجدد و حال فعلا همین تعرضات پاکستان بالای افغانستان ما قبل از این مبارزه میکنیم. بدرگل بسیار زیاد تشکر، لطف کردین صاحب. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون از. امر کنید صاحب.
بله صدیق جان نعمتی، سلام علیکم. السلام علیکم. چال دارین برادر گل عطا جان، شما از کانادا تلفن میکنین، امر کنین صاحب. تشکر صدیق جان نعمتی، از لطف شما، مرحمت شما. سلام به از برنامه بسیار زیاد خوب شما و سلام به بیننده عزیز ما تقدیم میکنم. آقای متین، ما جهان سپاس از شما. مسئله دیران جرگه یک دایه ملی است و باید تمام مردم افغانستان که خود را افغان میداند از این دایه پشتیبانی کند. بهترین به فکر ما بهترین راه معاصر به خاطر حل مسئله دیرین جرگه لازم است با پشتونها و بلوچهای آن طرف خط نامنهاد دیرند که اصلا افغان می باشند و توسط توطئه دیرند 100 سال قبل از برادران افغانشان جدا گردیده صحبت شود. همین کار کردیم. همین کارم کردیم. فشار و حاکمیت پنجابی ها خلاص کنند. به خاطر از اینکه پنجابی ها هیچ هویت ندارند. اگر فکر کنید بنا به اردو صحبت میکنند مگر اردو از هندوستان است. اگر پشتو کسایی که پشتو صحبت میکنه پشتو هم مربوط افغانستان است. اونا خودشان از هیچ چیز ندارند. فقط یک غلام انگلیس هنوز هم هستند و انگلیس هنوز هم اونا را حمایت میکنند و این لازم است که برادرای ما که در آن طرف خط دیرند نامنهاد هستند اینا خودشان از خود حقوق خود را باید بخواهند. بله عطا جان ما پیوست و با شما همصدا شوند این مشکل ما حل میشه، مشکل جهان حل میشه، مشکل تروریسم ختم میشه در تمام دنیا جهان. بی امروز که تمام بدبختی که هست همین پنجابی های پاکستان هست. صدیق جان حالا چند کمک میکنی به این مبارزه مقابل آیسای خودت؟ من انشاءالله ما برتن ایمیل میکنم. خواه تشکر بدر. سالت کردین رویتان میبوسم صاحب. زنده باشین صاحب. یک جان ممنون از شما، از محبت شما، از لطف شما، عزیز زحمت کشیتان. زنده باشین بیادر گرامی ما، زنده باشین صاحب. دیریان جرگه صدیق متین در خدمتتان است، بفرمایید صاحب، امر کنید صاحب. السلام علیکم. السلام برادر، اسم مبارک، از کجا تلفن میکنید صاحب؟ ما صاحب آمد علی هستم، از جرمنی تلفن میکنم. آمد علی کاکل هستم. کاکل صاحب السلام علیکم، احترامات مرا قبول کنید صاحب محترم. لطف کنید. میبخشید در این مسئله لوی جرگه اگر برتون زحمت نشه نام مرا یادداشت کنین. ما از فرانکفورت جرمنی گپ میزنم. خب همیشه هر وقت که به تلویزیون شما چی کردین ما حاضر هستم شخصا هر چی که باشه حاضر هستم. این صاحب کاکل صاحب محترم، شما یک چیز کنین که باز با ما تلفن کنین، ایمیل هم کنین که ما ایمیلتون و تلفنتون داشته باشم. چون حالا در اینجا بله ما امی تلفن چی که هست 772 او نمونم برام. بله بله 92 24 همین نمره شخصی تلفن راسانی شما؟ تلفن شخصی ماست. بله بله بله. دمی باز امرای شما صحبت. بالکل صحیح. بالکل. کاکر صاحب زنده باشین کاکر صاحب محترم. رویتون میبوسم. السلام علیکم صاحب. عزل خیال. السلام. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون است، بفرمایید صاحب. سلام علیکم متین صاحب. السلام بیادر گرامی، از کجا تلفن میکنین؟ اسم مبارکتان صاحب. اسمم مندوزه هستم. از همین یک برادرای ما زنگ میزنه میگه که چی پاکستان اتم داره، میگه که پاکستان اتم داره قطعش کن. ما افغان هستیم، غیرت داریم. صحیح بالکل صحیح، موافقه میکنم. مندوزه صاحب در کجا زندگی میکنی شما صاحب؟ ما در لندن هستم. خوب مندوزه صاحب، نظرتان در قسمت همین دو سوال گفتیم که پاکستان چطور خط دیران ما صحبت کنیم و در مقابل آیسای همین فعالیتی که ما پیشنهاد کردیم چی نظرتان است؟ والا آیسای تا که جان داره افغانستان رو به جان میکنه. باید از افغانات هوشیار شوند، آیسای ضربه بزنن. هر کس آیسای ضربه زد ما فعلا پول ندارم، هر چی پول داشته باشین در جان اخلا فدایتان میکنم. زنده باشی بیادر، ما قربانت شوم. تا بال $37,000 جمع کردیم. ما دیگه پیشتری برسنامه گفتم که چی باشه سر هیچ. زنده باشی مندوزه صاحب گل، با ما باز ایمیل روان کنی از لندن. خدا خیرت بده بدر، روی مبارک تمی بوسم. زنده باشی. افتخار میکنم. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتان است، امر کنید صاحب. صدیق جان سلام علیکم. پیشتر خارج از موضوع صحبت کردم. قربان جاوید هستم. ما پیشتر به خاطر اینکه نه تلویزیون چی کردم با یک چوتانداز صحبت کردم. خیره صاحب، این ما بیادر در اینجا در خدمت است، امر کو لالا، هیچ تشویش نکو. ما شما کل برادر هستیم.
مشکل ما مشکل مشترک است. دل شما دل ما است. صاحب امر کنید بگوین صاحب. آیش است که امر نیست که همون که من یک مسئله را میخواستم بگویم که یگانه رایش همیست که بیادر یک مترکای جاد اعلام که رقم افغان صادق میکنیم. ما بودیم هم افغانی که هستیم بگویم که یا الله به طرف پاکستان صاحب همونطور که نجیب دواندشان که دو فرقیشان ایگه پاشون همون یک اقدام کنیم صاحب بگویم یا الله با خدا صاحب هم تا کراچی و پشاور تا کل جایش میدوان و از جانب دیگه یک مسئله را براتون قصه کنم صاحب که با خدا ما بعد از سال 2001 رفتم پاکستان به خدا یک دونه پشاوری خدا نمیگه افغان و ما او را افغان میگیم یا از دو طرف زدن همیشه ما افریقا رو نمیندازم ما اتر از جاویجان میگم خدا افغان میگم ما پاکستانی هستیم با خدا مل افغان هستن که نمیل کرکت 24 ساعت میبینن کرکت هم میگم خیلی بازی پاکستان است میگه تو پشتون نیستی با همین اصل سوال ما جاوید جان سر موضوع چیز چطور که پاکستان معامله کنیم و آیسای همین دو سوال است خارج موضوع نرایش که نمی بغیرت کرده یک امر کنه یک امر کنه رقم زمان داود خان وره که همون یک امر کنه صاحب همی یگانه رایش که دمو وقت همون دکتر صاحب نجیب خدا ببخشه شما صاحب زنده باشی صاحب خدا نظرتان محترم است صاحب ما گفتم که فعلا کرزی صاحب رئیس جمهور افغانستان است توسط مردم انتخاب شده ما کوشش میکنیم که در بهبود حال مردم خود دولت خود کمک کنیم ما که تخریب کنیم حالا می کرزی صاحب رئیس جمهور افغانستان است در مقابل پاکستان انشاءالله ما وادار میکنیم ملل متحد شروع شده جریان یکی در آینده چرا خدا آرام گرفته این موضوع شاید معلوم شود دیگه دیران جرگه در خدمتتون است امر کنید صاحب الو ما فهیم هستم از جرمنی زنگ زدیم پیشتر صدای ما را قطع کردیم میخواستم گپ بزنم فهیم جان ببخشید برادر ما گفتم خیالم خلاص شدی امر کنی برادر 2 دقیقه ما گفتم برای که بهر برادر 2 دقیقه میتونم غیر از او کل برادرها میمانم صاحب نه از ما خود 2 دقیقه نشد خیر باشه ما با تایید همین گپای دادار میگم فهمیدی اگر یک دفعه شما برید پشاور از اون مردم پرسان کنید اون مردم اصلا خود افغان نمیگه و اگر ما بتانیم فهمیدیم خود افغانستان همین سرحدای خود نگاه کنیم و این برای ما برو برادر تو دیگه باز شروع کردی دیگه باز ما رویه را ما گفتم که رویه افغانی ما دائم افغانا فخر داشته و جرأت داشته سرحدای خود ما نگاه کردیم کی سرحدار را نگاه میکنه نمی پلیس ملی نمی عسکر ملی افغانستان است برادر گل ما به احترامی نمیکنم اما ما گفتم سوال ما در مقابل پاکستان چطور معامله کنیم و آیسای چطور معامله کنیم این مشکل است هر روز ما را میکشه باز ما بشینیم و فکر کنیم که والا چطور میشه این موضوع این افغان است یا نیست و شرایط خود پاکستان که بری در خود سند اسلام آباد بری یا ببینی شرایط پنجابی ها رو ببینی که چه قسم یک زندگی داره یا داره افغانای بیچاره را آوردن در اینجا نه پشتو نشته کردن میتونن نه مکتب داشتن یا داشتن در ظلم و ستم هستن یک نفری که در بالی سرش آیسای باشه شور بخوره رو بکشه چطور کپ زده میتونه او کسایی که میخواه کت پنجابی بشینه و افغانایی که کسانا کمک میکنه کت پنجابی بشه باشه پنجابیزم شوه به اصطلاح کده بره در سند کده از او زندگی کنه پرابلم ملی خود بیایی بدارین این موضوع دیرند حل کنیم اگر میایین کت ما کت افغانستان یک جای میشین کت ما یک جای میشین بیایی پرابلم تو حل میکنین اگر کت پاکستان میشه پاکستان شرایط ما مردم معلوم شوه اینجا خوار ما کشته میشه مادر ما کشته میشه خاک در تعرض است پاکستان ابلا میکنه تا خط موضوع دیرند حل نشه موضوع ملی حل نمیشه خب بدر دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون است امر کنید صاحب بفرمایید صاحب دیران جرگه صدیق متی در خدمتتون است دیران جرگه صدیق متی در خدمتتون است امر کنید صاحب بله سلام برادر چطور هستین صحتتون خوبه السلام علیکم خوار جان چی حال دارین صاحب شما خوب هستین من یه سوال دارم برادر جان که شما امیال پیسه جمع میکنین نه خیر نه امیال خوار جان دیگه شما تونه چی دارین پیسه جمع میکنین ما هیچ وقت پیسه جمع نکردیم این رضاکارانه است صدیق متین دیران جرگه در خدمتتون است امر کنید صاحب بله بفرمایید صاحب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صدیق متین در خدمتتون است امر کنید صاحب بله
میفهم کی هستی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدیق متین در خدمتتون است. امر کنید صاحب. میبخشید صدای من قطع شد. من یک سوال داشتم از شما. خب بفرمایید صاحب. شما گفتین 36,000 دلار جمع کردین. ایره بر چی جمع کردین؟ شما حالی در برنامه ما آمدین دیدین. ما تا بالا 3 ساعت از در برنامه است. ما ایره من اینمیال گرفتم برنامه تا نمیفهم. خواستم امیره بفهم که برای جمع کردین. ما پیشنهاد کردیم ما کمک کنیم اگر برای کدام موضوعی مهم باشه. صحیح است. که گپا زده میشه ولی هایهوی در امریکاست. هیچ گپ در افغانستان نیست. بالکل صحیح. بالکل صحیح. برین باید افغانستان اگه جرگه میکنین برین در افغانستان. همین کار ما میکنیم خور جان. پیکر چی جمع میکنین؟ خب شما خیلی براتون تشریح کنم. ما 2 سوال داشتیم. یکی که احمق در جانت مفلس. شما دیگه خور جان دیگه شما اما نزاکت موضوع رو شما در نظر نمیگیرین. اگر پرچمی است خب بگو پرچمی استم. خب این کابه میزنه ما گفتم تان. السلام علیکم دیران جرگه در خدمتتون است. امر کنید صاحب. السلام علیکم دیران جرگه خدمتتون است. امر کنید صاحب. الو السلام علیکم. السلام علیکم برادر گل. از کجا تلفن میکنین؟ اسم مبارکتان. توسیکو آیسای. نه خدا دیگه چقدر خوب آیسای حالا به تلفن آمده صاحب. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون است. امر کنید صاحب. ما کدام ترس نداریم. مبارزه ما شما این کارا رو کنین. ما مبارزه ما دوام داره. السلام علیکم صدیق متین در خدمتتون. امر کنید صاحب. سلام علیکم صاحب. سلام برادر گل. از کجا تلفن؟ محترم سلام علیکم. باشم تی وی رو پخش میکنم. بفرمایید صاحب. سلام برادر محترم. سیاد ساعتان خوب جان. خوب هستین صاحب جان. تو اسم مبارک. از کجا تلفن میکنید؟ سعید نجیب هستم از فریمانت کالیفرنیا تلفن میکنم. نجیب صاحب امر کنید صاحب. محترم ما از تی وی تان از کلشم بسیار خوشم میاد. پروگرام خصوصا در باره روی جرگه است. روی جرگه ما مردم خودش با خود دریای اتاک است و مربوط قوم افغانستان است. هیچ وقت از این متابل نگشته بود. امیر تلفن کردم. امیر تابال ما فعلا افغان هستیم. تا جایی که اتاک هستیم قراردادایی که در بین دول خارج که شده به خیلی مغلق و باید شده باشد. لغو شده به صدم خاطر صاحب حالی خاک مردم افغانستان است. مثل هنگ‌کنگ وری هنگ‌کنگ خود 100 سال قرارداد داشت. ما 100 سال قرارداد هم نداشتیم. او کلش دروغ است. دروغ است. ما خود نمیر تازین ما 30 سال است از افغانستان برام تا که با پشاورم که بودم ما خدا میگفت ما افغان هستیم. ما مهاجر خود معرفی نمیکردم. بالکل و از اینکه یک چیزی که بیشتر در کل افغانا باید بفهمن تا جایی که اونم خط سرت کرد تا اتاک جگ متوجه باشین. اگر پاکستان رفته باشین هم خود پیش اتاک تلاشی بود. بله نه دوشه میکند برای اینکه طرف مناطقی بود که تمامش پنجابی بود. این طرف مربوط افغانا بود. نجیب صاحب می 2 سوال گفتیم که پاکستان چطور ما صحبت کنیم راجع به خط موضوعات دیورند و کتایسای چطور معامله کنیم. شما خبر دارین که ما گفتیم نظری بسیار خوب معقول است. خود پاکستانی امیر درک کردن که خود افغانا امیال فعلا بیدار و شار سابق بودن و حال هم هستن. با امیر خود پاکستانی ها میفهمونی موضوع را که موضوع بسیار مهم است. از خود از یا ور خطا هستن میفهمون که افغان هستن تا در دریای تک میگن و مربوط افغانستان است. بله شما چی در این قسمت گفتیم آیسای ما بودجه جمع میکنیم. یک جایزه میمانیم هر کسی که 2 تعمیر آیسای است که بر بالای مردم افغانستان امر میکنه که افغانا کشته شوه و امیدگل هم اعلان کرده حرب در مقابل مردم افغانستان. ما گفتیم ما هم حق مسلم مردم افغانستان است که از حقوق دفاع کنه و ما از حقوق دفاع میکنیم. ما در افغانستان میریم انشالله. هر کسی که 2 تعمیر آیسای بپرانه ما 37,000 جمع شده 37,000 پر صدقه سرش میکنیم. شما چی نظر دارید؟ صدقه سرش میکنم. در رقم آدرس تلفن تان دارم. شاید تلفنی در تماس میشم. امیر خود امیدگل است. امید پشتون است. هر چیزی که هست یک خائن ملی به ضد مردم افغانستان است. اصلا وقت نداره در مسئله افغانستان مداخله کنم. برای خود هویت خود اصلا بگویم بازم ما خود افغان میخوام. ما و شما افغان هستیم دیگه. بله بالکل صحیح. بالکل صحیح. دوری از ما کنن آخه که خود افغان میگیره. امیر ما گفتم مربوط افغانستان میشم خودش افغان است. امیر ما گفتم کرده خود پشیمان شه عذرخواهی کنه بهتر از چیز است. معذرت بخوام. نه صاحب میگن که افغانستان است. عمو مطلع شنیدین میگه که چودرکایی که خاک خورده که هیچ وقت تو باد نمیخوره. چطور صاحب موضوع میگه که سر را که در خاک خورد بازی وقت درست نمیشه صاحب. و این مردمایی که به خیانت آموخته شدن صاحب هیچ وقت
یا به افغانستان خدمت نمیکنن و در صدد تخریب افغانستان هستند. زنده باشی نجیب صاحب محترم. بازم راید ما گپ میزنم ایمیل من نامتان میگرفتیم در لست که باز ان شاء الله در آینده باز در کدام چیز کمیسیون ملی جرگه یا موضوعات ملی باز ان شاء الله ما شما را سطح تلفن میکنم. نجیب میرزاده است که من یادداشت کنم باز من خودم تلفن امرتم شد در میرزاده صاحب اینو ما گرفتم شما. السلام صاحب. السلام علیکم صاحب. سلام علیکم. دیروان جرگه صدیق متین در خدمتتان است. امر کنیم برادر. متین صاحب سلام احترام تقدیم میکنم. نام جمشید است از لندن عرض میکنم. جمشید صاحب گرامی السلام علیکم صاحب. امر کنید صاحب. صحت مبارک خوب است. زنده باشین برادر گرامی. امر کنید. همین تلویزیونای بیرون مرزی ما همیشه پروگرامای خوب داره. بله. ولی کارهای عملی که ما بتانیم از مردم افغانستان دفاع بکنیم همین لحظه ما میشنویم که هزارها راکت بله از پاکستان میاد در کنر. بله مردم کنر، مردم افغانستان در شهر کابل در همه جای ثبت نام کرده به دفاع قاطع از ملت و از خاک خود. بالکل هر افغان در برابر وجب خاک خود هم مسئولیت داره و هم حاضر آماده است که خود بریزانه. ولی همین که شما از پشت همین میکروفون ها و از امریکا و از لندن و از اینجا صحبت میکنین من خود فکر میکنم این به جای نمیرسه. لطف کرده اگر در داخل افغانستان برین دموجا مردم جمع بکنین و ما هم در خدمت شما هستیم. یک بسیج عمومی، یک رفراندوم، یک امیاله جمشید جان امیاله شما نشیدین گفتین که ما افغانستان میریم. شما شدید نه که ما اعلان کردیم کل وقت است که کل افغانستان بره. کل افغانستان جای فعالیت است، جای مبارزه مقابل پاکستان است. ما امیر اعلان کردیم بسیار در قدم اول امیال ما ضرورت داریم که امیر راکتایی که از پاکستان میاد باید ما امیر قطع بکنیم. بله. و ای که خط دوران در ما میگیم یک کسی میگه ما را در دی کس نمیمان و کس در دی نمیمان دی میگه برو اسب ما را در خانه ملک بسته کو و او مردم یک دفعه ما خود ما کتزوا گپ بزنیم که آیا شما به اختیار خود میخواین که تابعیت افغانستان را داشته باشین یا نداشته باشین. تشکر بیادر خاطر است که همین نظرات 100 سال گذشته بوده. کنها چی میخواین ما چی میخوایم و در این حال ما کشته میشیم روز ما در لندن شدین شما و ما در امریکا هستیم. ما خیلی نمیان حرکت برای انداختیم بده که خودت تنقید میکنی که ما دیگه ما خود داخل افغانستان هم کل از اردو بگرفته از پلیس گرفته از وزارت دفاع ولایت ها در جای نماینده رفته کار میکنه. نماینده و کل مردم از این موضوع آگاه است. ایره که میخوایی که ما می صدای خود بلند نکنم این صدای خود ما بلند میکنم با ضد پاکستان. اون نظر شما به نظرتان ما احترام دارم. ما از اینجا شروع میکنیم نظر نمی خداوند نمی نعمت داده و تلویزیون پیام افغان تلویزیونی است که برای حق مردم افغانستان مبارزه میکنه. ما از اینجا مبارزه میکنیم و داخل افغانستان کل فعالیت ها هست. ما کل این نامای مبارزین و مجاهدین که ما میگیم صاحب یا کلش که ما یک جای است. استاد گرامی دیروان جرگه صدیق متین در خدمتتون است. امر کنید صاحب. السلام علیکم. متین صاحب خوب است بخیر است. خداوند شما رو عمر زیاد بده و خداوند شما رو کامیاب کنه در نمیکرد. ما یک چیز دارم بین مردم که مردم میگه شما برین امرای مردمی پشاور گپ بزنین که اونا امرای ما میشنه یا نمیشنه. اینمی خاک ماست، اینمی مردم اینجا زندگی میکنه. اگه امرای ما زندگی میکنه خوب بکنه، اگه نمیکنه اما خاک مرا ایله کنه مثلا پنجاب خود برای یا آفرین. امی اسم مبارکتان نگفتین اسمتان است؟ نام ما ابراهیم است پدر خان. باز ما یک چند گپا امرای شما داریم. باز با موبایلتان گپ میزنیم. ما با کل افغانا میگم که برادر مثلا شما اینمی مردم بلوچستان سپورت کنین، مردم وزیرستان سپورت کنین. اینمی هر آدم وزیرستان کس اینا تسلطی پنجابی را دیگر نمیخواه. یکی مرد میگه ما رفتیم به پشاور مثلا پشاوری گفت که ما امرای که ما پاکستانی هستیم که پاکستانی است. اینا در خاک ماست، بالکل جایداد ماست، اینمی خانه ماست. در خانه ما یک کس مثلا زندگی میکنه. اگر چی مرا قبول میکنه
اما دستاویر مرا قبول میکنه خو قبول کنه، اگر نمیکنه خو خانه مرا ایلا کنه. یک چیز شعار ما مردم بلوچ، مردم وزیرستان باید ما و شما سپورت بالکل کنیم. بالکل زنده باشین. این اصلا کسایی که جواب میخواستن جواب گرفتین. در چنگاوی ISI داریم. اینمی مردم ما حکومت افغانستان مجبور کرده که به پاکستان مصرفتن، مثل که در وقت داود خان ما 5 نفر آدم ISI نداشتیم. اینمی حکومت اما کمونیست آمد افغانان را مجبور کرد مثلا به پاکستان مثلا پناه برد. اینمی هم امیت حکومت است که مردم از خاطر پیسه میگیره که میگه تو طالب هستی او هستی به پاکستان مثلا مجبور میکنه، به خانه مثلا دشمن مثلا مجبور میکنه. بالکل صدیق متین شعار ما بلوچستان صبح سرد از ماست. اگر کسی زندگی میکنه بکنه، اگر نمیکنه خدا یارش در پنجاب زندگی میکنه، در سند مثلا زندگی میکنه. یعنی 2 ولایت پاکستان از ما است. خداوند مثلا شما را کامیاب داشته باشه و خداوند مددگار شما باشه. ما شما 2 شعار باید داشته باشه، مردم بلوچ، مردم وزیرستان تسلط پنجابی را نمیخواه. السلام علیکم، به من خدا بدرخان. قدمت تماس شوین ابراهیم جان. بله صاحب. قدمت تماس شوین که باز من که شما گپ میزنم. انشالله بخیر، انشالله بخیر. من خود من بسیار افغانستان هم میرم و پاکستان و جهان میرم. بعد انشالله ما مثلا موبایل شما یک زنگ میزنیم. خداوند شما را کامیاب داشته باشه. السلام علیکم، به من خدا. السلام صاحب، السلام. دیوان جرگه صدیق متین عمل کنین صاحب. نه خدا خوبش بلاک میزنی و در کل عمرت بلاکی بودی بخیالم. دیوان جرگه صدیق متین در خدمتتان است، عمل کنین صاحب. دیوان جرگه صدیق متین در خدمتتان است، عمل کنین صاحب. متین صاحب دوباره زنگ زدم. این برادر ما پیشتر گپ داد. اینمی نظر میخواستم که بتونم چرا صحبت سر خاک ما اگر در خاک ما بباشه که باشه. اگر پاکستانی میگیره فهمیدی در کنون یک رکت میزنیم در دریای سند میرزیم که مایا بخوریم. بالکل صحیح. تشکر. والا ما اعلان تجارتی میرم، زنده باشی، روی تا میبوسم. اعلان تجارتی میریم، باز اعلان تجارتی همراه ما باشین. ضرور نیست که شما پیسه بتین، ما خاطر پیسه کار نمیکنیم. مقصد ما ایست که پاکستان ما را میکشه. هر روز 200 نفر 300 نفر ما را بیوه و یتیم و بی بچه و بی برادر میسازه. ما این مبارزه خود مقابل آیسای چطور پیش بریم، نظریات شما را میگیرم. ما فقط خادمتان هستم. با اعلان تجارتی میریم، لطفا با ما باشین.